یعنی میخواد توضیح بده. Yok, kendisi yok. Epidemiyi burada yani. Burada değil, dediler gösterdiler de Yok, burada olmaz. Sen iyi okumuşsun. Şimdi de geldi. Şeyin kumuyla çok olmaz. Rahmetli teşrif oldu. Bakın bir dakika توضیح بده. بسم الله الرحمن الرحیم. همگی خوش اومدید. اینجا روستای کندوانه، توابع از توابع شهرستان اسکو. تبریک بچه‌ها چند لحظه بله. میخواد فیلم بگیره. سکوت کنید. هر کی حرف بزنه به جز آزادی. بفرمایید. یکی از روستاهای صخره تاریخی دنیاست تقریبا. سومین روستای صخره‌ای جهان. فقط یه فرقی که با روستاهای دیگه داره اینه که اینجا سکنه داره، ساکن داره. روستاهای دیگه مثل کاپادوکیه، روستا البته نیستن، خانه‌های صخره‌ای هستن. کاپادوکیه ترکیه، تو مکزیک هم هست یکی. اونا حالت گردشگری توریستی دارن. ولی اینجا مردم زندگی میکنن، ساکن داره. شغل مردمش هم کشاورزی و دامداری، زنبورداری. نزدیک به 650 نفر 650 نفر جمعیت دائمی داره. هر 4 فصل اینجا زندگی میکنه. 350 نفر. هر فصل 125 خانوار 130 خانوار ساکن لایق. ولی توی این فصل‌ها، فصل بهار و تابستونش جمعیتش زیادتر میشه. اونایی که قبلا رفته بودن شهر یا خونه‌شون اونجاست، به خاطر باغاتشون، به خاطر زمیناشون، به خاطر مغازه‌هاشون برمیگردن اینجا فصل بهار. امکانات اولیه آب و برق داریم ما. گاز لوله کشی نداریم. تلفن ثابت نداریم. برای گرمایش از نفت استفاده می‌کنیم. گاز لوله کشی نداریم. کپسول گاز و نفت استفاده می‌کنیم. نفت برای گرمایش، برای پخت غذا و حموم هم از کپسول استفاده می‌کنیم. البته گاز لوله کشی چند سالی اومده، 10 سال بیشتره، شاید از 10 سال بیشتره. تا دم هتل لاله که اونجا پیاده شدیم اومده بود. ولی به خاطر اینکه میخوان ثبت جهانیش بکنن، بعضی کارا رو روش انجام بدن، گاز رو فعلا ندادن. ولی آب و برق قبلا اومده بود دیگه، نتونستن جمع کنن. تلفن البته یه زمانی تلفن بیسیم داده بودن، به خاطر چون مشکل امنیتی داشت جمع کردن. نگفتن که اینا مشکل کی داره، امنیتی دارن، جنوب میشه تلفنات. بعد مدرسه هم فقط ابتدایی رو داریم. قبلا راهنمایی داشتیم، به خاطر چند شاگرد تعطیل شد. فقط مدرسه ابتدایی هستش. اونایی که راهنمایی در دبیرستان یا دانشگاه میرن باید با سرویس میرن تا شهر دوباره برمیگردن. یه خورده همون مثلا جمعیتش کم شده، به خاطر اینه که خیلی‌ها به خاطر تحصیل بچه‌هاشون رفتن شهر. بعد محصولاتش هم اصلا خیلی خوب داریم اینجا. داروهای گیاهی هم اینجا مغازه نشون داده. آلو و زردآلو و هرچه خدمت شما روغن حیوانی، روغن زرد حیوانی رو داریم. شیره مویز رو داریم. بعدش شما هر سوالی در رابطه با روستای کندوان داشته باشید، من در خدمت هستم. هر کی به نظرتون میاد میخوام بپرسید.